आज आपकी मुलाकात शहर लाहौर में तैनात कौंसल जनरल इस्लामी जमहूरिया ईरान मेहरान मुवाहिद फर से करवाने जा रहे हैं। मेहरान मुवाहिद फर अहले लाहौर से खुसूसी मोहब्बत रखते हैं। पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती को मजीद मजबूत करने के लिए दिन रात कोशा हैं। पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए उनकी क्या है राय, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम ईरान को अपना दोस्त मुल्क समझती हैं। हम एक दूसरे के हरीफ नहीं हैं बल्कि दोस्त मुल्क हैं। ببینید دو تا کشور اراده کردن که روابط مبتنی بر احترام رو با هم ادامه بدن. ما وقتی میگیم روابط برادرانه است یعنی خیلی به هم نزدیکی. ولی در خود روابط یک ملاحظات و موانعی وجود داره که خارجیه. و ما انشالله باید تلاش بکنیم که اون موانع رو برطرف بکنیم. ईरान पे बहुत सारी आलमी पाबंदियां भी हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अपने हमसाये मुल्क ईरान का साथ दिया है। بله اینا جزء حافظه‌های تاریخی دو تا کشوره. ما باید روابط دو تا کشور رو در یک پکیج تعریف بکنیم. ببینید وقتی ما بگیم روابط دو تا کشور ریشه داره باید به عقبش برگشت. دو تا کشور در حوزه‌های فرهنگی مشترکات بسیار زیادی دارن. ببینید ما در زمینه زبان فارسی زبان با هم مشترکیم. زبان دیوانی این شبه قاره بودن. دو تا کشور مسلمانن مردمش. فرهنگ مشترک داریم. 900 کیلومتر مرز مشترک داریم و اینها پیوستگی های دو تا کشور و دو تا ملت رو زیاد میکنه. पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा फ़ारसी ज़ुबान में है। इसके अलावा जो पाकिस्तान का कौमी तराना है वो भी फ़ारसी में लिखा गया है। ببینید ما در مدارسمون در دبیرستان‌هامون در مدرسه ایران اشعار اقبال رو تدریس میکنم. دانش آموزان میخونن شعر رو. زمان انقلاب اسلامی ایران شعر اقبال زبان زده مردم بود. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما. बतौर पाकिस्तानी बहुत खुशी होती है कि जो आपके सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, वो अपने आप को अल्लामा इकबाल का मुरीद कहते हैं। بله و ایشون هم اصلا تعارف نمی‌کنن. مردان بزرگ تاریخ همیشه در افکار و اذهان تاثیرگذارن. و ما وقتی که میگیم اقبال متعلق فقط به پاکستان نیست به گزافه سخن نگفتیم. اقبال ستاره بی‌بدیل شرق. लाहौरियों को आप किस तरह देखते हैं और लाहौर की कोई आपकी फेवरेट प्लेस? من یک سالی هست اومدم لاهور و چند تا خصلت خوب در مردم لاهور وجود داره. چون من جاهای دیگر از پاکستان خیلی ندیدم، لاهور رو آینه پاکستان میبینم. مردم لاهور مردم مهمون نوازی هستند. بسیار صبور و بسیار قانع و با ایمان. ज़बरदस्त। बतौर मीडिया पर्सन मैं ये एक बात करना चाहता हूँ, ईरान के पाकिस्तान में हमले और पाकिस्तान के जवाबी हमले मीडिया चैनल ने अमन को फ़रोग देने के लिए भी एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग भी की। بله منم اینو عرض کردم خدمتتون که خوشبختانه فضای رسانه‌ای پاکستان هم خردمندانه رفتار کرد و بازم خوشبختانه هم مقامات کشور پاکستان هم مقامات سیاسی کشور ایران هم رسانه‌های دو تا کشور فضا رو خیلی خوب مدیریت کردن. کشور که تهدید مشترک دارن با هم ارتباطاتشون قوی‌تر از گذشته برقرار بشه. What you say about Pakistani people, Pakistani nation? I told you the Pakistan people are very generous, kindness and emotional people and very very respected people. What is your favorite dish in Pakistan? Oh. Favorite food? ببینید من بعد از 1 سال دارم یواش یواش به غذای پاکستانی عادت میکنم. अच्छा زبردست. خب غذای پاکستانی خیلی تنده. من چند سال پیش رفته بودم نروژ. از هتل پرسیدم که من کجا میتونم غذای حلال بخورم. به من گفتن برو اون مغازه پاکستانی و رفتیم نشستیم غذای پاکستانی خوردیم
و خیلی بدنمون سوخت. ولی معمولا بعضی از میزبانان که ما رو دعوت میکنن بر اساس ذائقه ما یه مقداری غذاشون رو تغییر میده. सर आप कोई 2 फेवरेट डिशों के नाम बताएं पाकिस्तानी खानों के. بریانی هست، غذای بریانی غذای مورد علاقه ماست که خودمون هم معمولا درست میکنیم و کباب پاکستانی هم خیلی خوشمزه است. آره یه غذای شیرینی هم هست که بعد از جن لاهور نه تکیا او جمیانی. जबरदस्त जबरदस्त. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया. خیلی متشکرم از اومدنتون. सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपका ताल्लुक ईरान के किस इलाके से है और इस मकाम तक आने के लिए, कौंसल जनरल बनने के लिए आपने कितनी स्ट्रगल और मेहनत की. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان شبکه نور نیوز خیلی عرض سلام و ادب و احترام دارم. من متعلق به جنوب ایران استان خوزستان هستم. استانی که گرماش مثل گرمای لاهوره و مردمش هم مثل مردم لاهوره، مثل مردم لاهور مهمون نوازن و خیلی هم خوشحالم که من اومدم لاهور. خب ببینید پروسه رسیدن به حضور در وزارت امور خارجه یک پروسه سخت و مشکله. 2-3 نوبت امتحان علمی و بعدم مصاحبه سنگین و بعدم پروسه پیچیده استخدام و گزینش. به دلیل اینکه خب جایگاه مهمیه، ما هم قدردان این جایگاه هستیم. सर आपको लाहौर में कितना अरसा हो गया है और लाहौरियों को आप किस तरह देखते हैं और लाहौर की कोई आपकी फेवरेट प्लेस. من 1 سالی هست اومدم لاهور و چند تا خصلت خوب در مردم لاهور وجود داره. چون من جاهای دیگر از پاکستان خیلی ندیدم، لاهور رو آینه پاکستان میبینم. مردم لاهور مردم مهمون نوازی هستند، بسیار صبور و بسیار قانع و با ایمان. زبردست. و خیلی من احساس قرابت و نزدیکی میکنم با این مردم و من حس میکنم اصلا تو این شهر غریبه نیستم. اونم به دلیل قرابت فرهنگی بین دو تا کشوره. सर आप बतौर कौंसल जनरल ऑफ ईरान पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए या कौन सा ऐसा काम करके जाना चाहते हैं जिसको हमेशा याद रखा जाए. ببینید ما واقعیتش به دنبال تحکیم و توسعه روابط دو تا کشوری. ما معتقدیم روابط دو کشور ایران و پاکستان روابط ریشه داریه و ما متعهد به تقویت و توسعه این روابط هستیم. در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حتما با برنامه شروع کردیم. ईरान दुनिया का पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पे तस्लीम किया था पाकिस्तान बनने के बाद. वहीं जब भी ईरान पे कोई मुश्किल वक्त आता है, क्योंकि ईरान पे बहुत सारी आलमी पाबंदियां भी हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अपने हमसाय मुल्क ईरान का साथ दिया है. तो इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान और ईरान के वाले से. بله اینا جزء حافظه‌های تاریخی دو تا کشوره. ما باید روابط دو تا کشور رو در یک پکیج تعریف بکنیم. ببینید وقتی ما بگیم روابط دو تا کشور ریشه داره، باید به عقبش برگشت. دو تا کشور در حوزه‌های فرهنگی مشترکات بسیار زیادی دارن. ببینید ما در زمینه زبان فارسی زبان با هم مشترکیم. زبان دیوانی این شبه قاره بودن. دو تا کشور مسلمانن مردمش. فرهنگ مشترک داریم. 900 کیلومتر مرز مشترک داریم و اینها پیوستگی های دو تا کشور و دو تا ملت رو زیاد میکنه. आपके इल्म में होगा जो पाकिस्तान के कौमी शायर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा फ़ारसी ज़ुबान में है. इसके अलावा जो पाकिस्तान का कौमी तराना है वो भी फ़ारसी में लिखा गया है. इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे. بله ببینید ما واقعا جز افتخاراتمونه که از 12,000 بیت شعر اقبال حضرت اقبال
7000 بیتش فارسیه. ببینید ما در مدارسمون، در دبیرستان‌هامون، در مدارس ایران اشعار اقبال رو تدریس میکنن، دانش آموزان میخونن شعر رو. زمان انقلاب اسلامی ایران شعر اقبال زبان زده مردم بود. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم، جان من و جان شما. زبردست. و این ما را با هم مردم پاکستان و هم با حضرت اقبال پیوند داده. این شعر اصلا این شعر حماسه است. یا تو اون شعرش میگه هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. یعنی موجم، من موجم و این حرکت من نشانه وجود منه، حضور منه. ببینید من خیلی خوشحالم که در لاهور یک خیابانی به نام خیابان اصفهان هست و یک خیابانی به نام خیابان فردوسی. در 5 شهر بزرگ ایران خیابان به نام اقبال لاهوری نامگذاری شده. خیابان‌های شهرهای بزرگ ما، اصفهان و مشهد و غیره. ما یه پیشنهادی دادیم به آقای کمیسیونر و با آقای سرورزی، جناب آقای محسن نقوی هم طرح کردیم و موافقت کردن و با آقای عامر میر هم وزیر محترم فرهنگ صحبت کردیم بود که ما تندیس اقبال رو در مشهد نصب کنیم و در لاهور هم تندیس فردوسی رو. ببینید تو بحث فرهنگی 3 تا شهر با لاهور خواهرخوانده هستن. شهر آمل سمبل سبزی و سلامت، شهر اصفهان سمبل تاریخ و تمدن و شهر مشهد سمبل مذهب و دین. و اینها حلقه هایی هستند که لاهور را با شهرهای ایران پیوند دادند. बतौर पाकिस्तानी बहुत खुशी होती है कि जो आपके सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, वो अपने आप को अल्लामा इकबाल का मुरीद कहते हैं. بله و ایشون هم اصلا تعارف نمی‌کنن. مردان بزرگ تاریخ همیشه در افکار و اذهان تاثیرگذارند. و ما وقتی که میگیم اقبال متعلق فقط به پاکستان نیست، به گزافه سخن نگفتیم. اقبال ستاره بی‌بدیل شرق. सर जो पाकिस्तानी ज़ायरीन ईरान का दौरा करते हैं उनको ईरान क्या क्या सहूलियात देता है؟ ببینید ما دو نوع زائر داریم. یک بخشی از زوار میرن قم و مشهد و بخشی از زوار میرن کربلا. ما در 40 سال گذشته به هر دوشون ویزای رایگان دادیم. اون زمانی هم که ویزای نقدی بود و پرداخت میکردن، ارزان ترین قیمت رو ویزای زائرین بود. चंद मीडिया चैनल ने ईरान के पाकिस्तान में हमले और पाकिस्तान के जवाबी हमले को तनकीद बनाया, वहीं बहुत सारे मीडिया चैनल ने अमन को फ़रोग देने के लिए भी एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग भी की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पे मज़ीद हमला नहीं किया. بله منم اینو عرض کردم خدمتتون که خوشبختانه فضای رسانه‌ای پاکستان هم خردمندانه رفتار کرد و بازم خوشبختانه هم مقامات کشور پاکستان، هم مقامات سیاسی کشور ایران، هم رسانه‌های دو تا کشور فضا رو خیلی خوب مدیریت کردن. کشور که تهدید مشترک دارن با هم ارتباطاتشون قوی‌تر از گذشته برقرار بشه و کسی هم نباید واقعا باور بکنه که دو تا کشور با این همه استعداد و این همه نقاط مشترک، زمینه‌های مشترک ما در بحث فرهنگی و اقتصادی و سیاسی گفتیم، با یک حادثه کوچی بخوان روابطشون تیره بشه. کسی نباید باور بکنه اینا. ما امسال در واقع سال گذشته میلادی سال درخشانی در روابط بود. ما بسیاری از مقامات پاکستان به ایران سفر کرد. فرمانده ارتش محترم ارتش پاکستان به ایران سفر کرد. وزیر خارجه پاکستان به ایران به تهران سفر کرد. رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان در منطقه مرزی پیشینمند مشترکاً افتتاح بازارچای مرزی را افتتاح کردند. ما نشست کمیسیون مشترک اقتصادی رو در اسلام آباد داشتیم. 12 دور گفتگوهای مشورتی سیاسی داشتیم. بنابراین نباید واقعا حس بکنیم که با این اتفاق روابط دو کشور دچار خدشه میشه. و من خوشحالم که امروز سفیر محترم پاکستان به تهران برگشتن و انشالله سفیر ما هم احتمالاً امشب یا فردا برمیگرده. رای بسیار خوبی رو در روابط پیش بینی میکنم. اونم دلیلش اینه که
مردم دو تا کشور به هم نگاهشون نگاه مهربانانه‌ایه. ما روزانه پذیرای تعدادی هستیم برای ویزای زیارتی و ما اینها رو مثل خانواده‌های خودمون محترم میدونیم. सर बतौर पाकिस्तानी हमारा इस चीज़ पे बिलीव है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम ईरान को अपना दोस्त मुल्क समझती हैं। हम एक दूसरे के हरीफ नहीं हैं बल्कि दोस्त मुल्क हैं। तो आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान और ईरान का? ببینید دو تا کشور اراده کردن که روابط مبتنی بر احترام رو با هم ادامه بدن. ما وقتی میگیم روابط برادرانه است یعنی خیلی به هم نزدیکی، ولی در خود روابط یک ملاحظات و موانعی وجود داره که خارجیه و ما انشالله باید تلاش بکنیم که اون موانع رو برطرف بکنیم. इंशाल्लाह हम मिल के दोनों मुल्क बैरूनी अनासर का मिल के मुकाबला करेंगे انشالله. इंशाल्लाह। सर ये तो होगी सारी काम की बातें, हम थोड़ी सी गपशप करते हैं। व्हाट यू से अबाउट पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी नेशन? I told you the Pakistan people are very generous, kindness and emotional people and very, very respected people. What is your favorite dish in Pakistan, in Lahore? Oh, Favorite food? ببینید من بعد یه سال دارم یواش یواش به غذای پاکستانی عادت میکنم. अच्छा जबरदस्त। خب غذای پاکستانی خیلی تنده. من چند سال پیش رفته بودم نروژ. از هتل پرسیدم که من کجا میتونم غذای حلال بخورم. به من گفتن برو اون مغازه پاکستانی و رفتیم نشستیم غذای پاکستانی خوردیم و خیلی بدنمون سوخت. ولی معمولا بعضی از میزبانان که ما رو دعوت میکنن بر اساس ذائقه ما یه مقداری غذاشون رو تغییر میدن. सर आप कोई दो फेवरेट डिशों के नाम बताएं पाकिस्तानी खानों के। بریانی هست، غذای بریانی غذای مورد علاقه ماست که خودمون هم معمولا درست میکنیم و کباب پاکستانی هم خیلی خوشمزه است. آره یه غذای شیرینی هم هست که بعد از مثل شیر برنج فرنی ایرانه که غذا رو هضم میکنه. खीर بله. मीठे में। सर आपको लाहौर में एक साल का अरसा हो गया है अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हुए, तो लाहौर की कौन सी फेवरेट प्लेस है और लाहौर की कौन कौन सी जगह का आप विजिट कर चुके हैं? من بخشای مختلف لاهور رو رفتم. به نظر من مسجد بادشاهی و قلعه پادشاهی و مسجد وزیرخان و حمام پادشاهی اینها اماکن تاریخی لاهور است. اما اینا فقط ساختمون نیست برای من. برای من نشانی از فرهنگ و قدمت این کشوره و شهر. نشانی این که این مردم صاحب این فرهنگن و نشانی اینه که این مردم ظرفیت در واقع صدور این فرهنگ رو دارن. सर चूंकि आप अपनी जिम्मेदारियां लाहौर में ही सर अंजाम दे रहे हैं एक साल से, इसलिए मैं ज़्यादा सवालात लाहौर पे ही कर रहा हूँ। तो आप लाहौर की खूबसूरती और लाहौर के कल्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और चूंकि आपने काफ़ी दुनिया का विज़िट किया हुआ है, तो आप लाहौर को कितना तरक्की याफ्ता शहर शुमार करते हैं? روز اولی که اومدم برداشت من این نبود. من روز اول شناختی از لاهور نداشتم. میگم چرا. بعضی از دوستان ما که میان اینجا برداشت روز اول منو دارن و وقتی میرن تو شهر میگردن میبینن که این شهر یه شهر زنده است. شهری که مردمش در واقع دارن حیات دارن. شهر حیات داره و شهری که سرسبز باغه و میگفتن که اگر کسی پاکستان بیاد لاهور رو نبینه انگار مثلا هیچ رو نگیده. ببین رفتار مردم در لاهور تصنعی نیست. مردم لاهور دارن زندگیشون رو در واقع نقششون رو دارن زندگی میکنن. صادقانه دارن با ما در واقع با مهموناشون رفتار میکنن. به همین خاطر
دوستان من قبل که بیام اینجا من گفتن اگر رفتی لاهور احتمالا موندگار خواهی شد. सर इसी पे मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी पंजाबी जुबान में आप कह सकते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं. जिन्हें लाहौर ने तकिया और जमिया नहीं. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. पाकिस्तान में ईरान की खूबसूरती के बहुत चर्चे हैं. ईरान की खूबसूरती पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? من دیروز من یه دونه توییت کردم تو توییتر سرکنسولگری. هدف من این بود که جاذبه های توریستی دو تا کشور رو مقایسه کنم. من اومدم یه تصویری از باغ ارم شیراز گذاشتم و باغ که بغل بادشاهی اسمش چیه. अच्छा सर, लास्ट पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा. एज अ ईरानी कौंसल जनरल आप पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? من میخوام ارادت قلبی خودم رو به همه مردم پاکستان اعلام بکنم. من همیشه در گفتگو با مقامات پاکستان پنجاب همیشه برای مردم پاکستان و پنجاب بهترین ها رو آرزو کردم. I wish the peace, prosperity and welfare. Thank you so much. Same here.